Preview. فرارسی دوستان عزیز، فرارسی دی رمضان مبارک. من مردم و نماز رفته سویم انشاءالله که روز مؤمنی که در حقیقت مؤمن است، مؤمن کامل است، مسلمان کامل است، دربارش چی میگه؟ میگه که لا یلدغ المؤمن من حجر واحد مرتين. اختصاصیدن برگشتن نیرو اختصاصیدن بر ذکر و حمد و ستایش پروردگار متعال سپری کردن درباره است. بعدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم درباره احسان یتیمان گفتن، خصوصا در روز عید. یک روز پیامبر اسلام شد و بازی دونم برکرد لباسای نو در بدن کردگی، در تن کردگی. یک کودک بسیار محزون و مثل غمزده در یک رشته آب دیده کرد. پیامبر علیه السلام آب دیده کرد. این معنیش است کسی اگر یتیم میرد و اگر یتیم اگر رجل نرد، خصوصا در این روزهای سعید ایام که ما و شما میتونیم که مثلا در خانه یتیما برید دست یتیما را بگیریم، در خانه مثلا که پیرانسالان برید دستی اونا و مثلا پدر و مادران که نوجوانان الله اکبر دست به گوش میبندیم سبحانک اللهم میخوانیم. در رکعت اول سبحانک اللهم میخوانیم، بعد از سبحانک اللهم خواندن 3 بار الله اکبر الله اکبر الله اکبر گفتم دست میبندیم، قرائت میکنیم. قرائت هم مثل نمازهای معمولی ادا میکنیم. بعد از ادا کردن یکم رکعت در رکعت ثانی قرائت میکنیم. بعد از قرائت رکوع نرفتن الله اکبر الله اکبر الله اکبر گفتن 3 بار. بعد در تکبیر 4 الله اکبر 4 بعد رکوع میکنیم. دقت بدید. بكر الصديق صاحب رسول الله وعلى الإمام الهمام عدل أمير المؤمنين عمر الفاروق طاهر عدل الله وعلى الإمام الهمام أحلم أمير المؤمنين عثمان ذي النورين جامع كلام الله وعلى الإمام الهمام أشجع أمير المؤمنين علي رزيل في ناصر أولياء الله وعلى الإمامين الهمامين كاملين سعيدين شهيدين أبي محمد الحسن أبي عبد الله الحسين سينا خدم عمي شريفين محترمين حمزة وعباس وعلى من تبع من الناس على طريق المهاجرين والأنصار. وهذا يوم بتهليل وتسبيح وتلاوة القرآن. وفي الخبر من صام رمضان وصلى العيد فقد حرم الله جسده على النار وقد بكت السماوات والأرض والشجر والحجر والمدر والدواب لفراق شهر رمضان وكونوا لفراق المقتولون ولوصول المشتاقين بعناية المليك المنان وقلوب لسان فصيح وقلب حزين. الفراق الفراق يا شهر رمضان الوداع الوداع يا شهر تراويح وتصابيح والأطفال. شهر رمضان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. بعد انجام نماز دوستان عزیز أنا خطر قلبي. بعد انجام نماز عید سعید رمضان